قبول دارم شرایط اقتصادی اصلا خوب نیست، ولی همونطور که دوست داری مشتری پول خوبی بهت بده، تو هم در مقابل باید خدمات خوب بهش ارائه کنی. خدمات خوب درسته باید سطحت بالا باشه، کارت حرفه‌ای باشه، ولی ابزارم خیلی تاثیر داره توی این کار. این چیزی که میخوام امروز بهت پیشنهاد بدم فوق العاده است. توی سالوندار باید حتما توی سالونت داشته باشی. سالوندار باشی بعد این کلیپر توی سالونت نباشه؟ مگه میشه؟ ماجیک کوردلس سفارش آمریکا، یک کلیپر فوق العاده پرطرفدار، کیفیت خیلی خوبی داره بچه‌ها. 5500 آر پی امشه. هم میتونی شارژی ازش استفاده کنی و هم با برق مستقیم. 8 دونه شونه پلاستیک داره. البته توی سفارش آمریکا شونه‌هاش پلاستیکه، ولی توی سفارش اروپا زیر فلزه. تیغه فلت و نامنظم، هم میتونی برای حجم ازش استفاده کنی و هم میتونی برای کار فید ازش استفاده کنی. برای اینکه بخواد قیمتش برات ارسال بشه، فقط کافیه پایین همین پست برامون بنویسی کوردلس.